سلام دوستان عزیز، به برنامه جدید سی پلاس پلاس خوش آمدید. در این برنامه می خواهیم که درباره وکتور و لیست براتون معلومات بتم. تا به حالی که ما مثلا انتیجر درباره انتیجر خواندیم، وریابل خواندیم، درباره استرینگ خواندیم، حالا درباره وکتور می خوانیم که وکتور چی هست یا لیست چی هست. لیست اگر مثال حقیقی برش بتیم عبارت است مثلا همو حاضری که در مکاتب وجود داره که در حاضری یک نام مثلا نام نفر است، در پلی نامش که شماره چند، مثلا در شماره اول نام از این نفر است، شماره دوم نام از نفر دیگه، شماره سوم نام نفر دیگه. به می طریق لیست هم در سی پلاس پلاس به می طریق کار میکنه که یک پوزیشن داره، یعنی یک اندکس داره که در کدام اندکس چی ذخیره میشه یا چی ذخیره شده و به مو ترتیب اضافه کرده میره. ما دو نوع لیست، چندین نوع لیست داریم که در این پروگرام تنها به دو نوعش میپردازیم. یکی وکتور هست و دیگر خودش لیست هست. خب فرق بین از این دو تا چی هست؟ وکتور لیست هست که یعنی جای محدودی داره. هر وقتی که ما درش مثلا میخوایم که اضافه بکنیم باید از سایزش بیشتر و بیشتر بسازیم. به خاطر از ما نمیتونیم در پروگرام هایی که انفرمیشن یا دیتای زیاد داریم از وکتور استفاده کنیم، به جای وکتور از لیست استفاده میکنیم که جای زیاد داره. مثلا وکتور اگر ما برش تعیین بکنیم خب یک وکتور می داشته باشیم که برای 10 نفر جای داشته باشه، اگر نفر 11 شه باید ما سایز از وکتور دوباره اضافه بکنیم، بعد از اون میتونیم که نفر 11 دو وکتور بردیم. اما لیست چون این چیز نداره، لیست هر چقدر نفر که بردیم ضرورت به این نیست که ما همیشه سایز ضرورت تغییر داده بریم. خب میبینیم اول که وکتور چطور کار میکنه. خب وقتی که ما وکتور استفاده میکنیم در اولین کار ضرورت داریم که ما او را اینکلود بکنیم در پروگرام خود تا بتانیم ما برای وکتور دسترسی داشته باشیم به کلاس وکتور، که این کلاس وکتور یا این لایبرری وکتور فانکشن های زیاد داره نوشته شده در بینش که خب بریم ببینیم حال فانکشن هایشون کدام فانکشن ها در کلاس وکتور وجود داره. وکتور سی پلاس پلاس برش میگیم، داخل سی پلاس پلاس رفرنس میشیم. از اینجا ببینیم که کدام فانکشن ها و داخل از وکتور هست که ما میتونیم در او را به دست بریم. مثلا فرانت هست، بک هست، فانکشن های اد که در کدام پوزیشن اگر ما میخوایم کدام الیمنت به دست بیاریم، اگر بخوایم بفهمیم که وکتور ما خالی هست empty یا سایزش بفهمیم به دست بیاریم، یا insert و بعض پرش بک مثلا پاپ بک یا ریسایز وقت میکنیم که اندازه وکتور ما کم است و معلومات بیشتر داریم، ضرورت برای ریسایز کردن وکتور داریم، از این فانکشن استفاده میکنیم. و فانکشن های دیگری که در اینجا وجود داره که هر کدامش هم میتونین ببینین و امتحان کنین که تا خوبتر و بهتر یاد بگیرین. خب میایم در وکتور، ما اینجا میخوایم که یک وکتور دکلیر کنیم. میگیم که وکتور که ما دکلیر میکنیم نوعش که ما در این وکتور ثبت میکنیم چی باشه. نمبر ثبت میکنیم، نمبر عبارت از نمبر اشاری است، غیر اشاری است. خب بیره فعلا خانه خالی مگذاریم اینجا و نام وکتور خود اینجا نام وکتور ما my vector. خب نام وکتور ما را اینجا گذاشتیم. خب ما میخوایم چی کنیم؟ میخوایم ما در وکتور اعداد اشاری یا اعداد غیر اشاری را ثبت بکنیم داشته باشیم، یا مثلا درش استرینگ داشته باشیم، یا به می ترتیب در وکتور خود دوبل داشته باشیم، یا هر آن چیزی که ما میخوایم داشته باشیم باید از نوعش داخل از این نوشته بکنیم که کدام نوع هست این وکتور ما کدام نوع چی را داره می باشد. گپ دوم ای که
باید using namespace در اینجا داشته باشیم. اگر این using namespace نداشته باشیم ما دیگه در این وکتور چی نداریم، دسترسی نداریم. در داخل از این کلاس وکتور ما دسترسی نداریم و فانکشن هاش استفاده کرده نمیتونیم. در صورت باید std به این طریق مشترک بکنیم که تا پروگرام بفهمه که ما میخوایم که داخل از این دسترسی داشته باشیم، داخل از این کلاس وکتور دسترسی داشته باشیم. خب رن میکنیم پروگرام خدا. اینجا پروگرام برای ما میگه که خب این وکتور که تو تا این نشته کردی دکلیر کردی چی نوع میخوایدش وریابل داشته باشی یا کدام نوع معلومات میخوایدش داشته باشیم. ما میگیم انتجر میخوایم داشته باشیم. رن میکنیم. خب وکتور ما موافقانه پیش رفت. اگر دوباره پاس بکنیم رن کنیم پروگرام خدا با ما ایرر میده چون وکتور نمیشناسه، میگه دکلیر نکردی برای ما. خب به او خاطر ما ضرورت داریم که همیشه using namespace std داشته باشیم تا از این ایرر بد شویم و این ایرر برای ما در پروگرام از رقم ایرر نبیایم. حالا ما دکلیر کردیم وکتور خدا. خب ما میتونیم هم این رقم دکلیر کنیم وکتور خدا. فعلا وکتور ما یک وکتور انتجر میگیره، خالی هست، چیز معلومات درش نداریم. وقتی که میخوایم ما درش معلومات داشت اضافه کنیم نام وکتور نشته میکنیم. امی در وریابل که برش نشته کردیم my vector نامش نشته میکنیم، امرایش نقطه میتیم و از اونجا که گفته بودیم مثلا میخوایم که در این وکتور انفورمیشن پرتیم یا دیتای خود اضافه بکنیم، نمبر پرتیم ببینیم از push back استفاده میکنیم که push back یعنی element دمی انداخته میره. push back خب میگیم عدد یک پرتی. به می طریق مثلا میگیم که نه 2 یا 3 پرتی 4 اگر عدد مثلا 10 4 6 هر عدد که میخوای در وکتور اضافه کن. خب هر وقت در وکتور عدد انداخته میریم عددش پشت هم دیگر در وکتور مفته. یعنی فعلا عدد 1 3 و در انداختیم به این معنی که در خانه دی وکتور در اندکس صفرش عدد 1 سیو میشه، در اندکس 1 عدد 3 و در اندکس 2 عدد 10 سیو میشه. اما لنگت از وکتور که هست فعلا لنگتش چی هست؟ 3 هست. خب میخوایم ببینیم که اعداد را که ما شامل از وکتور کردیم آیا واقعا در این هست یا نه. خب مثلا ما میخوایم ببینیم که در پوزیشن یا در اندکس 0 کدام عدد ما در وکتور چی کردیم سیف کردیمش. نشته میکنیم نام وکتور پونکت برش میتیم و اد نشته میکنیم کدام پوزیشن میخوایم. مثلا میخوایم بفهمیم در پوزیشن 2 ازی کدام چی هست، کدام عدد سیف شده. خب در ببینیم در پوزیشن 0 گفتیم 1 است، در پوزیشن 1 3، در پوزیشن 2 یا در اندکس 2 چی شده؟ عدد 10 ثبت شده. پروگرام رن میکنیم. بله عدد 10 را اینجا برای ما میکشه. خب این اد یعنی یک فانکشن هست که چی میکنه؟ همون پوزیشن را که ما برش میتیم او رو برای ما معلومات میره که در این پوزیشن کدام چیز ثبت هست. مثلا اگر در اینجا ببینیم فانکشن اد وجود داره. بله element access اد، یا مثلا اگر بخوایم ببینیم که در پوزیشن اولش کدام وجود داره، کدام دیتا وجود داره، در پوزیشن آخرش کدام دیتا وجود داره، او را هم نشته کردن میتونیم به می ترتیب که نشته کنیم at front نشته کنیم. خب at front نشته میکنیم، پروگرام خود رن میکنیم. یک باید بده. بله و اگر بخوایم بفهمیم که خب در پوزیشن آخرش کدام هستک، خب میخوایم که پول در پول نبیه
خط به خط به داتیم ما. بله فرانت در دوش فرانت هست و این میخوایم که فرانت نه بک استفاده بکنیم. در پوزیشن آخرش کدام است؟ یعنی 1 و 10 باید به. بله پوزیشن اولش 1 هست و پوزیشن آخرش 10 هست. اگر ما این تغییر بدیم، مثلا یک عدد دوم دیش اضافه کنیم، 100 اضافه کنیم، باید در پوزیشن اول 1 به و پوزیشن آخر چی به؟ 100 به. بله پوزیشن اولش 1 و پوزیشن آخرش 100. خب به می ترتیب میتونیم ما خود داخل سر خود فانکشن کلیک کنیم و ببینیم که پروگرام برای ما کی فانکشن چه قسم نوشته شده. درباره فانکشن براتون معلومات میده که فانکشن چه قسم نوشته شده و چه هم براتون میده. یک مثال هم در اینجا C++ رفرنس برای ما میده که چطور این کار میکنه. دوم ای که مثلا در وکتور اگر ما بخوایم که یک عدد از این وکتور دلیت بکنیم، مثلا عدد 100 در اینجا انداختیم، ما میخوایم که عدد 100 از این وکتور دلیت شوه. پس چی میکنیم؟ خب بیا ببینیم که قبلا و بعدا در اینجا نشته میکنیم نام وکتور خدا و جای پوش پاپ استفاده میکنیم. پاپ بک یعنی دلیتش کو عدد که در آخر وجود داره 100 دلیت میکنه. خب اینجا مسیج میتونیم ببینیم after deleting the last element. خب در اینجا قبلا پیش از اینکه ما دلیت بکنیم میخوایم که الیمنت آخر از وکتور رو بکشیم که چند هست و بعد از اینکه دلیت کردیم الیمنت آخر وکتور رو بکشیم چند است. در اول 100 میایه، بعد از اینکه الیمنت آخر دلیت میکنیم ریمووش میکنیم، الیمنت آخر در وکتور چند میشه؟ 10 میشه، چون این دلیت میشه و وکتور در اینجا 10 باید بدیم. بله 10 داد که اولش 100 بود در اینجا، بعد از اون مورد دلیت کردیم الیمنت آخر از وکتور، دوباره پرنتش کردیم در اینجا که الیمنت آخر در اون صورت 10 شد چون 100 از بین رفت. و به این ترتیب اگر ما بخوایم که سایز وکتور خدا بفهمیم که سایز وکتور ما چند است، ما چطور استفاده کردن میتونیم سایز فانکشن سایز که در اینجا بود، مثلا فانکشن سایز داشتیم که سایزش capacity empty size max size. خب ما میخوایم سایز استفاده بکنیم که سایز وکتور برای ما بده. سایز وکتور چند است؟ size of your vector is. خب در اینجا سایز وکتور برای ما میتونم که سایز از وکتور چند است. بله سایزش 4 هست، یعنی 1 2 3 4. اما در حساب پوزیشن یا اندکس که بگوییم بازی الیمنت در پوزیشن 0 ثبت شده، ای در پوزیشن 1، ای در پوزیشن 2 و ای در پوزیشن 3 ثبت شده. به می ترتیب ما میتونیم فانکشن های دیگری که در وکتور وجود داره از او استفاده بکنیم و وکتور خود درش اعداد دیگر پرتیم یا چیزی که میخوایم عمل را که میخوایم انجام بدیم. خب یک طریقه بود که ما دکلیر میکردیم وکتور که در این صورت ما یک وکتور خالی را دکلیر کردیم در اینجا. خب یا را کامنت میکنیم، ایران پاس میکنیم از اینجا. خب یا باش کارمانش بعدن. خب یک طریقه از این بود که ما وکتور خود خالی دکلیر کردیم.
یعنی فعلا در اینجا وکتور که دکلیر کردیم خالی بود و بعدا ما درش اعداد انداختیم. طریقه دومش که خالی نباشه وکتور خدا، که اگر ما دکلیر بکنیم چطور هست. مثلا میبینیم امی این وکتور ما میبینیم که وکتور داشته میکنیم که مساوی هست و curly braces اعداد را که ما میخوایم داشته باشیم، مثلا 1 3 10 100 این عدد ایش انداختیم. هم به این طریق ما مثلا خواستیم که عدش کنیم عد کردیمش، و هم به این طریق که وکتور خود از اول خالی دکلیر نکردیم اعداد ایش انداختیم و بعدا میتونیم امی اپریشن هایی که یا فانکشن هایی که در اینجا انجام استفاده کردیم این فانکشن ها را استفاده بکنیم و این جواب برامون میتونه. مثلا بخوایم اگر سایزش پیدا بکنیم از این فانکشن سایز استفاده کنیم، سایزش 5 است. 1 2 3 4 5 یعنی 5 الیمنت داخل از این وکتور هست و که اندکسش از 0 تا به اندکس 4 است. اگر ما خواسته باشیم مثلا که فانکشن دیگر استفاده بکنیم، بخوایم که دا آخرین الیمنتش پیدا بکنه که آخرین الیمنت ازی چند است، 100 به دست بیاریم. بله آخری الیمنت ازی وکتور 100 هست. اگر ما دیگه یک عدد دیگر هم پرتیم 1000، آخری الیمنت باید 1000 شوه. بله آخری الیمنتش 1000 هست. به می ترتیب اگر ما بخوایم بفهمیم که الیمنت آخر از بین ببریم دوباره توسط زی فانکشن، خب بیرم میگذاریم که ببینیم پیش از او بعد از او را که از بین ببریم کدام هست. خانه خالی در لاین دیگه بیایه تکست ما دوبل کوتیشن باید بتیم. بله پیش از اینکه ما الیمنت از بین ببریم الیمنت آخر ما چند بود؟ 1000 بود که 1000 آورد. بعد از اینکه ما الیمنت از بین بردیم الیمنت آخر ما چند شد؟ 100 شد. خب این بود برنامه امروز درباره وکتور. برنامه بعدی درباره لیست گپ میزنیم و بعدا میبینیم ما چطور فور لوپ استفاده کرده میتونیم یا چطور باز فانکشن ها استفاده کرده میتونیم که کد ما دگام ساده تر شود و داخل مین میتود ما اصلا ساده شود که کل کد داخل مین میتود نباشه، تنها نام فانکشن صدا بکنیم و عین می کار انجام بده. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.